در خانه عبدالمطلب از دامن آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول الله به دنیا آمدند. خود آمنه مادرشون قصه میکنن که در رحیق المختوم زمان میگه این فرزند طفلک زیبای من به دنیا آمد، یگان درد دارن که به مثل زنهایی که در وقت تولد کردن داد میگفتن احساس نکردم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقتی که پیغمبری بزرگوار برای تمام عالم رحمت باشد، چگونه برای مادر خودشان مهربان نمیشود؟ وقتی به دنیا آمد با آن درجه رو نورانی بود که من فکر کردم طفل نه بلکه همین قرص آفتاب از دامن من بیرون شده باشد. نور این درخشان از این خانه به خود شام رو من احساس میکردم. عبدالمطلب خبر رسید آمد، نبیرش در دستش گرفت، ای خوشحالی راست و نزدیک کعبه رفت دعا کرد، نامش محمد گذاشت، ضیافت کرد، عقیقه کرد، خط تویش کرد. این خبر به ابولهب رسید به واسطه سویبه کنیز ابولهب بودن، اما که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که شما از فراق برادرتون خیلی غمگین بودین، شما نمیدونید در خانه عبدالمطلب امروز تویه، زیرا که شما جاندار شدین، آمنه پسر زیبای تولد کرد، از خوشحالی را مردم طعام بودسته. طعام است. آمدن وقتی رسول خدا رو دیدن در دستشان گرفتن، ابولهب خرسند خوشحال شدن، گفتن سویبه خبری خوش به من بشارت دادی، در برابر این گفتن تو از غلامی کنیزی آزاد هستی. یک خوش خبر برای برادرایی که محفل آراسته کردند. دوست برادری گرامی، زمان ابولهب تا وقتی مرگش کافر بود، سوره تبت یا بار بخونه، تبت ید ابی لهب و تب. اما که رسول خدا بود، دشمن سرسخت پیغمبر بودن، با همراهی هر دو فرزند داشت و جمیل اورا همسرش رسول خدا را آزار میدادن. با مرگ کفر تا آخر دنیا گذشتن. لیکن بعد مرگش ابن حجر عسقلانی در فتح الباری میارد، میگه برادرش میگه ابولهب در خواب میبیند، میگه ابولهب چه حال داری؟ میگه برادر ای حالم نپرس، همون عذاب و شکنجه سوختن و آتشی که محمد صلی الله علیه و سلم میگه من با چشم سرم دیده ایستادم، آنقدر عذابم میتیه که از زیر پاشنه پام لخچی علاوه میمونند، تمام مغز استخوانم میجوشد. فقط یک روز خوشحالی دارم، خرسندی دارم که عذاب تخفیف میشود، سبب میشود، نمیخواهم که همون روز دیگر بشود. گفت کدام روز؟ روز دوشنبه. برای چی گفت مخصوص روز دوشنبه؟ گفت روز دوشنبه محمد صلی الله علیه و سلم تولد شد، ما عن خرسندی روز تولد رسول الله ما همین سویبه را آزاد کردم، همین خدمتی که سویبه را آزاد کردم الله همین را سبب کردم مرا عذابم سبب بشود. دوست گرامی، وقتی یک کافر از دنیا رفت، برای تولد رسول الله یک غلام آزاد کرد، این قدر فایده دارد. تو مسلمانی از محبت رسول خدا این کار کرده سی، چرا فایده نمیکرده؟ حتما فایده میکنه. این قدر دوستایی که این صحبت‌ها رو شنیدن، اگر خدا توفیق شانتی رفته بزن فرزندانشان بگن، محبت رسول خدا در قلبشان جای بگیرد، یک کتابی تاریخ رسول خدا رو گلشن تاریخ بخرن، هر روز در خانه هاشون بخونن، درس شود، چقدر فیض و برکت در خانه این امت اسلام میبارد. سبب شما شده. تاریخ پیغمبر دانستن برادرای عزیز، تو تاریخ رسول خدا را ندانی، ما را دوست داشته نمی‌دونی. ولی مثال بیارم، یک جنگاور حبیب هم بدونی، ولی عیبخواری حاجی بپرسو بدونی، چه که حبیب میدونی باور که پیغمبر تو نمیدونی، یا نادرسته. برای همه دوستش میداری، شب تو سر در حقش دعا کرده، حق پدر خود دعا نکرده، در حق حبیب دعا کرده که غلبی و غلبی اسلام باشه. شاید رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگر سخن قبیح بگن همه فکریه نکردی. برای چی؟ برای میدونی، همین تاریخش میدونی، تاریخ باباتون میدونی، او را میدونی. پیغمبری بزرگوار چند تا غزوه کردن، چند تا محاربه کردن، یک تاش مفصل، کدام روزی هفته، کدام سال، چند نفر مسلمان، چند اسب، چند شتر، چند سلاح، چند جوشن، چند کلاه جنگی، کافر چند نفر بود، یک تاش بگین مفصل.
جدا میکنیم کی را دوست می‌داریم. دویم گفتم درود و صلوات زیاد در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم. صلوات بر رسول خدا علیه و سلم فایده های زیاد دارد. اشان قاری روایت کرده گفتن در بخاری روایت میشه که من صلی علیه صلاة واحدا صلی الله بها عشرا. تو یک بار بگو اللهم صل و سلم علی نبی صلی الله علیه و سلم. مختصرترین صلوات 10 درود و رحمت در جانب خدا میگیری، 10 ثواب میگیری، 10 گناه میره، یک قصر در جنت میگیری. چی فضیلت زیاده؟ البخیل ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین امتی من رسول الله گفت همون انسان است که در نزد اون نام محمد صلی الله علیه و سلم گرفته میشود او خفه یک بار نمیگه اللهم صل علی محمد. اگر نگفتیم بخیلیم. این سخن رسول الله روایت ابو داود است. روز پنجشنبه و جمعه زیاد صلوات به من بگید. رسول خدا گفته روایت ترمذی دارد برای چی؟ فإن صلاتکم تعرض علی. زیرا صلوات ها و درودهای شما نزد من میارن عرضه میشود. روز پنجشنبه جمعه گفتیم یک صلوات ها را فرشته ها میبرن نزد روضه. پیغمبر بزرگوار را میگن در تاجیکستان در فلان قبیله فلانچه پسر فلانچه همین قدر درود و رحمت برای تو فرستاد، مرحمت قبولش کن. امام مسلم روایت میکنه رسول خدا و اگر نفر نزد روضه بیاید بگن الصلاة و السلام علیک یا رسول الله، مستقیما من خودم صلوات و دعای اون رو میشنوم. همین روضه مبارک بریم وقتی که سلام لطیف پیغمبر خدا میشنوم. پیغمبر پرسیدند که محبوب ترین امت و قریب ترین در جنت همسایه کدام امت است؟ گفت همون نفری که در دفترچه اعمالش زیاد صلوات به ما فرست. این دعاهای زیاد. سیوم گفتم درجه‌ای که انسان میتونه در قلبش محبت رسول الله جای بگیرد تاریخ صحابه های پیغمبر خدا که چگونه محبت به رسول الله داشتن باید بخونه. من مختصر یک روایت چه بیارم دوستان زیادان صحبت طولانی نشود. عبدالله گفتنی یک نفر روایت امام بخاری در میگذاره. بسیار جوان کارگر بود، کسب حلال بکن زندگیش پیش میبرد، در بازار میرن باربرداری میکرد. رفیقاش بگیرن چقدر زیاد کار میکنند نمیسته یک دقیقه، بعضی یک کار کند با 10 دقیقه دم میگیرد، نیم ساعت دم نمیگیری، کار کردن میگیری. میگفت که از زیاد کار کردن به مثل خر همه عبدالله کار میکنه، حمارش میگفتن. خب روزی رسول خدا رو بسیار دوست می‌داشتم. صبح آمدن یک سوداگر از یمن یک جامه زیبا آورده و پرسیدنش که این جامه چند سمه؟ گفت 400 تنگه. گفت جمعش کنه را میگیرم. حیوانشو دیدیم در خود دی عربه کشی گفت این 400 تنگه کجا دارید؟ گفت گپ بسیار نده جمعش که ایمن. خیلی جمع کرد من بگاش گفت عبدالله بیار که تنگه را بگی جمعه رفتیم. گفت تنگه را جامعه‌شو بتون، قیمت جامعه را بتون. آمدن راست خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صدا زدن رسول الله ای عبدالله بیا. گفتن داخل شو. گفتن یا رسول الله یک هدیه آوردم منو قبول کنید. ما چی هدیه؟ جمعه را برون گفتن رسول الله برو بپوشیدن میرا. پوشیدن حضرت بسیار زیبیدش. گفت این قدر این جمعه گفت همین زیب شما دارم مدینه یک تای باید فقط شما بپوشید. لیکن حضرت گفت پول شابته. عبدالله خیلی هدیهش ما فهمیدیم. هم بیاری هدیه بگی هم با پولش بودم. حضرت گفت 400 تنگه ما یک جوییم. من یه گفت تو بگرم من کردم که غیر از شما یگان کس بخیر در مدینه نپوشد. زیب جسد زیبای شما دارد این جامعه گفت. من تبسم کردم بخواه بیاد یک چای خوریم چند صحبت کنیم مایل پلی حساب شو میریم. چای خوردم پر آدم پلیس سوداگر دادن رفتم. مگر روز چند روز میگذره خبر میرسه گفتن حضرت این همون محب شما را خپیدیان مست است. یک شرف میگه اون بیاریمش. خیلی آوردن حضرت میگه دلش میسوزه دوستش میدونه حکم شریعت های دیگه دل سوخته میشه. تو خیلی همون تعذیره که شریعت گفته بزن شگان شلوار خواهش کردن بزنن هر گونه بزنن. رسول خدا توی چشم دی نگاه میکنه عبدالله شو نگاه دوران میتن دل پیغمبر میسوزه. خیلی جوابش دادن دو سه روز بعد با قپیدنش هم که سه بار قپیدن و یک نفر زدن در گشت میگه لعنه الله. حدیث روایت بخاری مسلم است. گفت لعنت خدا بر این عبدالله که اینقدر ایرو عرقلی شرط میقدر. حضرت گفت که لا تلعنه لعنتش نگو عبدالله را، لعنتش نگو عبدالله را.
گو یا رسول الله عرق خدا فانه یحب الله و رسوله و نام خدا کسا پیغمبر خدا را دوست بدارد. عبدالله لعنت نگو. یک محبتی که اون نفر داره باور که همون محبت همون را جمع کنید ذره باوی برابر نمیشه. خداوند همون چون این امتهای واقعی بگرداند که قلبمون پر از محبت رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك. رسول الله